تهمت حجت الاسلام دانشمند. وقتی بهش میگن این یدالله فوق ایدیهم یعنی چی؟ یعنی دست ما 1 ذره، دست خدا 2 کیلومتر. خدا جسم. اینا میگن. بینندگان محترم، دروغ گفتن و تهمت زدن جزئی از مکارم اخلاقی روافض است و آنان بر این باورند که تهمت زدن بر اهل سنت و دروغ نسبت دادن بر ایشان جواز داشته و دارای اجر و ثواب زیادی است. لذا آنان هیچ ابایی ندارند از این که هر دروغی را به اهل سنت نسبت داده و بر ایشان تهمت ببندند. چنان که مشاهده نمودید این آخوند به دروغ میگوید که اهل سنت قائل به تجسیمند، یعنی الله متعال را جسم می‌دانند، حال این که اهل سنت و جماعت برای الله متعال آن نامها و صفاتی را که در قرآن و سنت صحیح ثابت شده بدون تحریف و انکار و بدون بیان چگونگی و تمثیل ثابت می‌کنند و هر صفتی را که شایسته الله متعال نیست و موجب نقص بر الله متعال گردد نفی می‌کنند. همان گونه که الله متعال می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوای بیناست. ابن عبدالبر رحمه الله تعالی می‌فرماید اهل سنت در مورد صفات آمده در قرآن و حدیث اجماع دارند و چیزی از آن را رد نمی کنند. مراجعه شود به فتح الباری جلد 13 صفحه 402. و امام ابو حنیفه رحمه الله می فرماید الله متعال به هیچ صفتی از صفات مخلوقاتش تشبیه نمی شود و شبیه هیچ یک از مخلوقات نیست. همه صفات او برخلاف صفات مخلوقات است. علم دارد نمانند علم ما، قدرت دارد نمانند قدرت ما، می بیند نمانند دیدن ما. مراجعه شود به سیر اعلام النبلا جلد 10 صفحه 79 و 80. و اهل سنت و جماعت کسانی را که الله متعال را به مخلوقات تشبیه می کنند کافر می دانند. ابن ابوالعز در شرح عقیدة الطحاویه جلد 1 صفحه 73 از امام نعیم بن حماد رحمه الله روایت می کند که فرمودند من شبه الله بشیء من خلقه فقد کفر و من انکر ما وصف الله به نفسه فقد کفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه. کسی که الله متعال را با یکی از مخلوقات تشبیه کند کافر شده است و کسی که انکار کند آنچه را که الله متعال خود را به آن وصف کرده نیز کافر شده است و در آنچه که الله متعال خود را و رسولش او را وصف کرده تشبیه نیست. و از امام اسحاق ابن راهوی رحمه الله روایت می کند که فرمودند من وصف الله بشيء فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظیم. کسی که الله متعال را به چیزی وصف کند که صفات او را به صفات یکی از مخلوقاتش تشبیه نماید پس او به الله بزرگوار کافر شده است. و این آخوند بیخبر از مذهبش موضوع تجسیم را از مذهب شیعه رد نموده و میگوید وقت تازه ما شیعه به جرم این که میگه خدا جسم نیست، خدا وحده لا شریک له است، خدا لیس کمثله شیء است، باید کشته بشه. تا کجا بره؟ تا بهشت بره. حال این که عقیده فاسد تجسیم تصور کردن الله متعال به صورت جسم اولا در میان یهودیان شهرت یافت و اولین کسانی که آن را در میان مسلمانان ابداع کردند شیعیان روافض همچون هشام بن حکم، هشام بن سالم جوالیقی، یونس بن عبدالرحمن قمی و ابو جعفر احول بودند. و همه این افراد از جمله کسانی هستند که در مذهب امامیه استاد و رهبر بوده و کسانی هستند که در نقل مذهب شیعه مورد ثقه و اعتماد می باشند. مراجعه شود به اعیان الشیعه جلد 1 صفحه 106 و اصول الشیعه الامامیه جلد 2 صفحه 641 و 646.
در کتاب اصول 16 صفحه 54 از ابی عبدالله جعفر صادق رحمه الله به دروغ روایت کردند که ایشان فرمودند ان الله ينزل في يوم عرفة في اول الزوال الى الارض على جمل افرق يصال بفخذيه اهل عرفات يمينا و شمالا. الله متعال در روز عرفه در ابتدای زوال به سوی زمین و سوار بر شتری قوی هیکل فرود می آید، در حالی که اهل عرفات را بر هر دو رانهای خود به راست و چپ تکان می دهد. آیا این اثبات تجسیم برای الله متعال نیست؟